پاشو دیگه، برو خونت. برو دیگه. Ne bir ses ne de haber gelmiyor artık senden. Öylece kala kaldım deli hasretinle ben. Bir yabancı selamın ile hüzünlere daldım. Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım. Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden. Yani değişmedim hala, öyle biraz çocuk kaldım. Yok öyle el gibi durma gül biraz, sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk olma güz, ayrılık taşır. Yok öyle el gibi durma gül biraz, sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk olma güz, ayrılık taşır. من با ودا داشتی نکردم. پایین دیدم. نه، میخواستم درباره یه چیزی باش صحبت کنم. چرا واسه من توضیح میدی؟ فردا بابام داره میاد. چی میشه؟ بابات بفهمه جدا شدین سکته میکنه؟ بابا مشکل قلبی داره. فردا میاد اینجا واسه چکاپ بره بیمارستان. میترسم اتفاقی براش بیفته توبراک. واسه همین جرأت نکردم بهش بگم از وداد جدا شدم. برای همینم
قراره نشون بدیم هنوز نام زدیم. دقیقاً از چی میترسی؟ از خانوادت یا از خودت؟ فریده، تو زن فهمیده هستی. اون مردی که بهت خیانت کرد. میدونم. منم دقیقاً برای همین ازش جدا شدم. فقط نمیخوام خانوادم ناراحت بشن. فقط همین. به هر حال من نمیتونم این چیزا رو درک کنم. معذرت میخوام. فردا صبح زود بیدار شم. باشه. شب خوش. شب خوش. هرچی باشه مدرسه غیر انتفاعیه. فضاش خیلی خاصه. از هر 10 تا پسر 9 تاشون خوش تیپن. واقعا؟ بد تیپ هم دارن؟ مگه میشه؟ همه‌شون خوش تیپن. این دیگه چیه؟ حتما یه چیزی ریخته. شبیه خونه. دخترا باورتون نمیشه ولی تو حیاط پشتی یه نفر رو کشتن. بیاین خودتون ببینین، همین جا خونیه. من میرم به بقیه خبر بدم. خب به نظرت بابا به مامان خیانت کرده؟ مزخرف نگو. پس برای چی به مامان نگفت که با منشیش رفته؟ خودت میدونی که به مامان نمیشه هیچ حرفی زد. به نظرت از هم طلاق میگیرن؟ نه بابا، این چه حرفیه؟ یه چند روزی برای همدیگه قیافه میگیرن، بعدش آشتی میکنن، تمام میشه میره. تو هم بی خودی خودتو ناراحت نکن باشه. سرکان. بله. میدونم که دیشب با گناهی نبودی. اونا دیشب تا صبح داشتن بازی میکردن. با کی بودی؟ دافنه. حالا که کارگاه بازی شروع کردی نشون میده حالت خوب شده. چرا به مامان دروغ گفتی؟ با من بحث نکن. تو داری چی کار میکنی؟ ببین الان بیشتر کنجکاو شدم، بگو دیگه. خب تعریف نکن، خودم میفهمم. از من گفتن. با ایلول بودم. چی؟ خب برای چی؟ تو با اون دختره چی کار داری؟ پرسیدی منم بهت گفتم دیگه. تمومش کن. به مامانم چیزی نگو باشه؟ همه جا خونیه. تو حیاط پشتی یه جنایت اتفاق افتاده. وای موهای تنم سیخ شد. چی میگی بابا؟ باور نمی‌کنی؟ بیا با هم دیگه بریم ببینیم. یعنی راست میگه؟ بریم ببینیم. مارال داره برای تمام بچه‌ها تعریف میکنه. عوضی الان همه دارن میرن حیاط پشتی رو ببینن. واقعا خونه زیادی ریخته شده بود. خب چرا تمیز نکردین؟ سوال تو که به فکرت رسید اثر انگشت روی ماشین رو پاک کنی. من و ساغر تمیز کرده بودیم. نمیدونم این احمق از کجا دیده. خب حتما لکه خون پاک نمیشه.